مزه شو بو آلیدین. مهمان نوبتی امروزه ماست علیشیر عباداللهیف. چی عذابی بود در سری ما بود. اگر یکم مخلصی دیگه داشته باشه تلفنش که از این بیایا اینا خورا اوقات قدیمو. های رفیق زنک رحمت به خدمتور. این همین شخص اکی کمی. این بیچاره اکی میجود در این باغ هیزم آورده و هیزم شکسته و ما را دستگیری کرده ایستادن. اگر مخفی نباشد پدر و مادر شما چیکار هستن؟ شما از کدام عائله هستید؟ حالا همه اون استادانی که در کنسرواتوار ملی به علیشیر عباداللهیف درس آموزن میگم من استاد ندارم. مزه شو بو آلیدین. سلام و درودی به پایان بحر هر یک شما تماشابینان عزیز و گرامی برنامه مزه شو با اهل دین. هرچند که عید سعید فطر دو روز شد گذشت، لیکن هر یک شما را با عید سعید فطر تبریک و تهنیت گفته برایتون همه خوشی های روزگار را خواهانیم. و مهمان نوبتی امروزه ماست علیشیر عباداللهیف. علیشیر عباداللهیف هرچند که از روی صحنه مدت چند دور باشد، مخلصانش خواستند که با او در ارتباط باشند و خواهشی زیاد کردند که ما او را با برنامه‌مان دعوت نماییم. خیلی بگذار گفت شما شود علیشیر عباداللهیف. علیشیر جان خوب کردی که به برنامه ما آمدی، قدمت دیگ بود. از رحمت بخشش که دو بار دعوت کردی نتونستم اومده و این کرد یعنی که خداوند نصیب دیده که اومدیم و عذر زیاد از تمام مخلصای برنامه شما از خود شما شخصا بخشش شما قبول شده، لیکن علیشیر جان ما در برنامه های ما اصلا که سرایندگان رو دعوت میکنیم که هنرمندان و سرایندگانی که خودی مخلصان طلب میکنن و مخلصان شما وقتی که به ما درخواست میکردن که ما شما رو به برنامه دعوت کنیم، من میگفتم که یا یگان بهانه میگفتم یگان گپ دیگر میگفتم، اونها میگفتن که نه شما با علیشیر در ارتباط نیستید، اما دروغ میگید. نیراستی اکا من بار اخیران سال 2019 کلیپ کرده بودم و همین سال 2019 پس از اون کلیپی یگانه، پس از کلیپ دعای مادر، پس از دعای پدر، پس از کلیپ بخور و 3-4 کلیپ کردم راستی که همون خود 2019 و از سال 2020 بس کردم راستی که. برای چی؟ خیلی شد نمیدونم چه خیلی شد. الحمدلله اویلم تینجا یگان مشکلی ندارم. خیلی کم تا 1-2 سال بود از سنت دور بودیم اگه راستی. خیلی به این سوال از ما برمیگردیم. امروز برای ما برای مخلصان خود چی آماده میکنید؟ قزان کباب خوجندی. خیلی مردم خوجند به قزان کباب های خود مشهور و نامدار هستند. خیلی مرحمت شروع کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا علیشیر جان خیلی من شما کار کردن میگیرم، من به شما سوال هایم رو پیشنهاد کردن میگیرم. اگر سوال من اگر به شما معقول نامه شما میتوانید که به سوال من جواب نگردانید. انا علیشیر جان شما در شهر خوجند به دنیا آمدید؟ بله بله. حالا باشه در کجا زندگی میکنید؟ حالا در دوشنبه در ناحیه سینا، انیقترش در شهرکی پرافسیوس. در شهر پرافسیوس. کدام مکتب رو ختم کردید؟ مکتبی صنعت باشد اگر ما راستی از عنوان کودکی میل و ذوق به صنعت داشتم. از صنف 1 تا صنف 9 در مکتب تحصیلات همگانه رقم 9 شهر خوجند خوندگی هستم. انیقترش از صنف 1 تا صنف 7 به مکتب 1 در شهر خوجند و صنف 7 8 9 در مکتب 9 خط خوندم و پس از اون بعد از صنف 9 من بعد به وی رفتم با کالج صنعتی به نام استاد صادق خان آفیس. اونجا رو 4 سال خوندیم و پس از اون سال 2005 من به کنسرواتوار ملی جمهوری تاجیکستان به نام استاد طلبخواجه ستاروف یعنی داخل شدم به حیث یعنی آوازخوانی اکادمی و در اونجا من 2 شعبه رو ختم کردم. یکی شعبه رژیسوری ثبت آواز که استاد من جعفر خلیلوف بودم و دیگری باشه شعبه آوازخوانی اکادمی که استاد من باید ثبت و با همون کنسرواتوار رو ختم کرده و صنعت مشغول شدیم، یعنی که همین کار رو پیش گرفتیم. شما اصلا در جدای صنعت خواننده استراده هستید که 6 مقام؟ نه، خواننده خلقی هنرهای، یعنی که برویه مردم مولانوف بسیارتر راستی که من هنرپیشه خلقی جمهوری ازبکستان و تاجیکستان میباشم. بله
با رویه همون کس من راستی پیروی میکنم. یعنی از اینجا معلوم میشود که هنرمند دوست داشته شما مردم مولانوف است. بله هنرمند دوست داشته من مردم مولانوف، استاد شادروان، جمشید اسماعیلوف. من البته همه هنرمندان رو دوست می‌دارم، اما رویه خودی خواندن سرودهای من رویه خلقی ماورگی میباشد. ماورگی. بله. درباره اگر که یعنی فولکلور نه. فولکلور. بله. درباره اگر که چی گپ زنیم، اگر سرایندگی گپ زنیم، شما حالا در سال 2019 آخرین بار سرای دیدید به همین خلاص. از سال 2020 دیگه نخوندم راستی. سببش در چی باشه؟ نمیدونم اگه چه خیلی زیادی ها میگن که با اولوی، دیگران میگن که نخواستم، دیگران میگن که نمیدونم. نه من نخواستم. نه اویلم اگه تینج الحمدلله اویلم تینج خدا بشکر دو فرزند دارم باز سیمش رو انتظار هستیم. مبارک شود. رحمت. اویلوی اگه من ندارم اویلم هم از اویلای زیایی زندگیم تینج خدا بشکر خیلی هم مومنتی شده که راستی همین یک دو سال از سند دور شدم. اگه اون سرود در توی معرکه کم میرفتم. برای هنرمند، برای سراینده از صحنه بودن، دور بودن مشکل نیست؟ البته مشکله. راستی گپ همین خطاگیه که آدم پاوزه میکنه. من همین رو به نظر دارم که بخاطر که من اکر راستی گپ چی گم همین ما الحمدلله در جوده سند هم رویه خودمون داریم، یک مقصد اسلوب خوندن خودمون، یا مخلصی خودمون داریم. مثلا اینکه یه مومنت یه لحظه شد که کمتر دور شدیم از صحنه. اگه اون سرودم ایجاد نکردم، اگه اون کنسرتم نرفتم، یک کنسرتی مبارز اسماعیلوف بود خطا نکنم در همونجا رفتم، خیلی کمتر توی معرکه میرفتم. البته قین است، مشکل است، لیکن انشالله دیگه ما با روی به صحنه آوردیم. امیدواریم که در سال نو با مخلصان خود سرودهای تازه پیشنهاد بله بله و خودی همین سال دیگر دور نمیشه. البته نه دیگر دور نمیشه و خودی همین سال خدا اگر خواهد برای تمام مخلصان عزیز کنسرت خود رو به طور زنده حرکت میکنیم که آماده دیم. در شهر دوشنبه کجا؟ من اساسا راستی گپ جای استقامت من در شهر دوشنبه میباشم. من خانه و در دارم الحمدلله، دیگه اون کمگی ندارم. شما در اویلا تنها کار میکنید؟ راستی من تنها کار میکنم اکا. اویلای من خونشین کودکای من مایده هستن. با پدر و مادر زندگی میکنید یا که؟ نه پدر مادر در شهر کجا؟ در شهر کجا؟ بله. اگر مخفی نباشد پدر و مادر شما چیکار هستن؟ شما از کدام اویلا هستید؟ ما پدر من راننده کمر یعنی دلنباشی به زبان روسی گیریم. مادر من دوزنده. از اویلایی که از صنعت دور هستن یک فرزندی صنعتکار برام. بله اگه راستی که با اولاد ما تقوی من که با صنعت مسئول بودن، نوازنده خوب میباشن در شهر خوجند، ما همین از عنوان کودکی همراه تقوم کم توی میرفتیم و مشغول صنعت بودیم. راستی که خطا نکنیم، مادر من در وقت کودکیشون مکتب ها چخی بودن پیش بوستان داشتن، بوستان و اندله با همونجا داشتن، محفل خوشدلانو. بله مادر من در هم محفل ها اشتراک میکردن با گفتی خودی مادرم. و پس از ختم مکتب دیگر مادرم یعنی به شوهر بر اومدن و مقصد به زندگی خود رفتن. من همین از عنوان کودکی با من همین سرود خوندن و همین چیزها رو یعنی یاد دادن و دعا دادن این مادر من میباشه. از اینجا معلوم شد که استاد اولین شما مادر است. بله استاد اولین و آخرین من مادر است. من استاد عمیق ندارم. حالا همه اون استادانی که در کنسرواتوار ملی با علیشری با درس آموزن میگم من استاد ندارم. نه اگه گیرم استاد دارم. من بختیار ابراهیم فهم استادی موجوده، استاد جوربک مرادوف، باید سبزعلی و جعفر خلیلوف همه یه استادی من. نه که اولین استادی من که از من امید داشتن و با من دعا دادن و مقصد گیریم باوری کامل داشتن این مادری من بودن. من همین بچه هستم که اکا همه گپ ریال نگاه میزنم، نمیتونم حقیقت رو در روی انسان بله یک سوال دیگه دارم که شما با کدام شاعران بسیار همکاری دارید، که همکاری نزدیک دارید، میخواهید که سرودهای همان شاعرها بسیار سرایت؟ راستی اگه رویه من رویه خلقی که میباشد، من بسیارتر رو به کتاب‌های فولکلوری یعنی که ورق میزنم و پس از اون همکاری با استاد اوزرخش کردیم و بعد با استاد ارزو ایسویف همکاری کردیم و نصیب کرده باشد با سرودای نو تازه
یعنی ایجاد کرده ایستاده ایم. خدا کنه که باز با کدام شاعر تقدیر قسمت باشد با کار کردن. آهنگ های شما را اصلا کی میسازد؟ خود شما یا کس؟ آهنگ های من در شهر ازبکستان میسازم. در جمهوری ازبکستان؟ بله، شوکت نورمگامدوف یعنی که آهنگساز من باشد همون کس میسازم. انا درباره کلیپ آخرانی که در سال 19 هم برآمده بود در شهر سمرقند بخارا، سرودی در یادم نباشد، مال بخارا، قلم کیست؟ این شعر استاد اوزرخ، استاد ارزو ایسویف، آهنگ شوکت. محرر کلیپ کی بود؟ محرر کلیپ کمپانی 49 کش میگن. 49 که ازبکستان، یعنی خورشید کریمی. خورشید کریمی. برای که من با محرران ازبکستان نزدیک شناس هستم، با مسلم بیگ رضایف، انا خورشید کریمی گفتگیاتو، من فکر کردم که در خوجند است این کلیپ. نه، در بخارا، این ما در بخارا ثبت کردم. و این نوبت این کلیپ هایی که در پیش در نقشه هست در کجا به ثبت میاد؟ در تاجیکستان یا در ازبکستان؟ اگه در تاجیکستان میکنیم. در تاجیکستان. سرود مادر در خوجند ثبت کردم. راستیگه من همین سرود استاد جمشید اسماعیلوف به من به حد معقول بود. من همین سرود استاد جمشید اسماعیلوف زنده بودن. این سرود رو من در پیش چونم خوندگی هستم. یک جای خطا هم نکردیم، در جشن و معرکه رفتگی هستیم. وقتی استاد در انسامبل بزمورو یعنی میخون معاون دیرکتر کار میکردن، ما در اونجا به حیث سراینده مشغول بودیم با همراهی استاد، یعنی که بسیار همکاری کردیم. یک جای توی معرکه هم رفتیم. من همین سرود از عنوان کودکی به من معقول بود. من راستیگه همین چیزی که در همون کلیپ که من یعنی سناریو پیشنهاد کردم عیناً همین خیلی بود. مقصد یگان جوی چشم بندی و یگان چی نبود. من سرود استاد جمشید اسماعیلوف رو ولی باز در آینده یا دو سرود دیگرشون هم در نقشه دارم خوندنی. خیلی ارواحشون شاد بود. راستی ما همین کرد خواستیم همین سرود همین کار با سرود مادر. البته که مادر خودش یک کلمه هست که در این دیگر چی کتاب نویسی، چی شاهنامه نویسی، همین تمام بیبلیوتک با این کتاب نویسی کم است. این البته مادر خودش یک کلمه بزرگ است. برای همین ما برای مادران عزیز بعد برای همین از سرود مادر شروع کردیم که همین کارمون هم به فیض و برکت شوه و بعد باز به همین صنعت روی آوردیم. در آینده یگان فرزند خود را در صنعت می‌بینی؟ اکنون اکجان رو سیگه تقدیر هر یک فرزند و هر یک موشون در دست پروردگار باشه. لیکن ما البته آرزو میکنیم من البته میخواهم اگه فرزندان من چنین من عذاب نمیکشن صنعتکارم شوم. برای چی اکن؟ برای چی که نام پدر کفایه میکنه. وقتی که ما اقصد گیریم استادان صنعت خودشون که اگر یعنی مشهور بودن، ستاره بودن، یعنی فرزندان اون کس هم تیزتر میشه، آسان‌تر میشه. خدا کنه که ما هم یک موقع خود، یک جای خود رو پیدا کنیم و اشغال کنیم، فرزندان من عذاب نمیکشن. چی عذابی بود در سری ما بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اکا اهل دین اگه با مزه شبه میخوریم ده این علاوه هم در گیروندیم. این عاقبت کار خدا خیلی بخیر کنه، توکلش به خدا. الله اکبر. همین کاری که بسم الله شد انشالله بخیره. بسم الله الرحمن الرحیم. علیشیر جان، با فکرم که پیشکی او خود کدگی نه؟ یک دوره استودنتی بگو می دوره چیشه گم نمیدونم. کمتر دیگه بخزور. خیلی خدا اکمی اپیراتی دو هم دستشون درد نبینه که همجا مورا ثبت کرده ایستاده. شرکت شما را خومیل جان برادر عزیز ما که ایقا بازاری میکنه و مهنت میکنه، برنامه ده هم دیگ علوم میکنه، دستگیری میکنه. خومیل جان دام رحمت، شما دام رحمت که وقتی خود اول آخر به تماشابینای ما رحمت که ما را تماشا میکنن و میبینن هر چی گپ میزنن. این همین شخص اکی خومیل اینه بیچاره اکی بجا در این باغ هیزم آورده و هیزم شکسته و ما را دستگیری کرده ایستادن.
روستیگا با کما میخوام که همه هر یک چیز صمیمی باشه. خیلی که ساخته و ریپتیتس کرده و خیلی زور من نمیخوام. ولی هوا من همین اوقات همه کسا میکنه. من میپذیرم شما کامل جان همه کسا یاردم میکنه. پیشکش مخلصان میگردونیم. و آخر با همه کسا همین میخریم جنب بس میکنیم میخریم میریم. مخلصان خودشون بهاتیه. اگر یکم مخلصی دیگه داشته باشه تلفنش که از این بیایا اینا خورا اوقات قدیمو این همینجا ده طرف خونه ایست روشن میکرایون 46 ده هر هرچی با دوری خیلی چه داشته اکا همه دوره بیغم دوره مکتبی بوده دوره جوانی دانشجویی بود. دانشجویی و مکتبی بود دیگه تا های دانشجویی هم با خودش باید باید دارم اکا راستی که ما عسکری نرفتیم اکا عسکریش نمیدونیم که اوش چخیله اوش هم مثال خود دیگه خیلی البته چخیله نه یه مملکت میری همین مقصد یک دوست پیدا میکنی چخیله دود گریف میکنی معامله خوب میکنی چقدر مقصد باید خوش میشن جهان بینی بله وسیع میشه اکیش ما بینیم که همه فکر میکنم همین عسکری هم روی 2 سال همروی یک برادر در یک مقصد بیدیم کزارما یک بردن اون یک جای خوبی بود او بیچاره همین عسکرها هستن که ما خوبیم بیش اول اکا اهلدیم پیاز هم میپرتویم که همین یعنی تسبی روغن میگیره هم کمتر شیرین میکنه نه با اکای کامل اومده اکای کامل دیگه هم نی این همین روغن کمتر با شیرین میکنه پس از اون کارتوشکا میاندازیم کارتوشکا رو سرخ میکنیم اکا جان کارتوشکا رو میگیریم گوشت هم سرخی کردیم با کارتوشکا رو میچینیم و یک کمتر دم میتیم بعد میبرداریم یا او میپرتویم بعد کمتر دم میتیم بعد میگیریم بعد میخوریم خیلی بریم یگان وقت اگه دود مرخ یگان مهمون نمونده بوده به همین خاطر ده همین روز چطور دودی بعد کردن بسم الله الرحمن الرحیم آفرین هم پاورو آفرین پاورو یگان مهمون من اگه دود نمونده بود که ما اکاو داریم که بیگونه نیستیم که значит چی حکمتی داره همین دود که با مزه بعد میشه چی بچه بخیر کنه اوه بله ما هم روسی چند که وقت پختگی نبودم که هیزیم هم هر خیل هیزیم شما یگان بار همین خوراک پیشکی پختگی بده بوا که پختگی برای که با باوری کامل پخته شد همین سطح باوری داره اوه اکه همین خاطر میگم نه اکه هر یک کار داخلش اول و آخر باوری پروردگار ده
میگم بنده با امید در خانه بسیار ینگه خوراک می‌پزید. همه وقت ینگه میپزم من نمیپزم. اما گفتم نه اگر پرسیدن عیب نکو. اگر یگونجو اویلوی رویم اگر یگون کوه یگون دچه یگونجو رو خب همون روز ما خدمت میکنیم. آخه امروزا بخشیدنی. این روزا بخشیدنی. اویلا من به حد کدبانی خوب است. خدا هر اوقاتی با مزه میپزم. شخصا من روزی هستم. از فرصت مناسب استفاده برده با اویلای خود مینداری خود را پیشکش کن. های رفیق زنک رحمت به خدمتور. تقریبا چند دقیقه بعد میخوید؟ یک 40 مینوت نیم ساعت چند کار؟ یا 10 دقیقه. 10 دقیقه. بعد 10 دقیقه بعد میبینیم چی میشه. بعد 10 دقیقه او میپرتیم. پس از یک کاسه او میپرتیم. پس از او پرتوستا کمتر که همین کسب روغن گیره و مقصد ملایم شود. بعد کارتوستا را میپرتیم دم میکنیم. تمام. همین دیگه. امیدوارم که خوراک خوبی فریدون خورشید گفته بود که خوراک مردکی. بله خوراک مردکی. اگه بعد رمضان ایره یک بار بسیاری بعد نخوریم که دیتا و فیگورا و ویران میشه دیگه. علیشر جان. اولا بکا. همین ما دیده سام بخود گلو نشیده سر. بیام خمی خریم شد. بیکارتسکا. به چیم خسوسی با مزای. این نمی دیگه. ببین که از او چپارته کی بزرگ میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. این وقتی کم او برای ملایم شده نشه. قیام شدگی. تماشابینان عزیز، امیدواریم که علیشری بادلویف میداند که چیکار کرده است. یکم خوراکی با مزه میشه دیگه سال بعد. او میشه. خیلی نصیب میبینیم تو آخر برنامه. انشالله. علیشر جان، تو مدش داری همین خزان کباب خود جان کرد. همین ما گفتم نگفتم که برای صنعتکار از صنعت بودن دشوار است. دور بودن دشوار است. لیکن در داخل صنعت باشی، در داخل مشغول سرگرم کار باشی و تماشابین نداشته باشی چی داری. هستن همین که سر هنرمندانی که هستن زیاد کار میکنن، فعالیت میکنن، تماشابین ندارن. با اونها چی گفتنی هستی؟ اگه پروردگار هیچ کاری خیلی ناامید نکنه. به حد بزرگ است. وقتی صنعتکار باشی توی معرکه ندارن. وقتی صنعتکار باشی شنونده نداشته باشی، یک موقعی خطر نداشته باشی، عمر ایزه نداشته باشی، به حد بزرگ است. اینه که من خیلی گفتم هر یک از عدیل نیت میشه که این یقین دیگر در زبان یکون جوانان بگم اگر در شوبیز فاضله بسیار هم ستاره ها، سراینده ها خیلی زیاد من میبینم که هستن در داخل مثلا میگیرم گروه سرایندگان زیاد میگردن، هنرمندان تئاتر، کینو و رقاصه ها ما در همه جا زیاد که هستیم و بسیاری آنها میگویند که در بین ما دوستی نیست، رقابت سخت است میگن، دوستی در زیر ناخنک میگویند. همین خیلی از فکر شخصی شما در همین بابت چیه؟ ما رو سیگار من شخصا انسان بخیل نیستم. ما همروی همه صنعتکارا سلام علیک هستیم. یعنی همکاری جدی ندارم. من شخصا خودم سلام علیک هستم. یعنی که در توی معرکه عبور میبینیم یا تلفنی هستیم. خیلی رقابت و خیلی بخیلی این افراد من ندیدیم. من صحنه کردم. در شخصیت خود ندیدیم؟ ندیدم روستگاه. برای که ما همین سوال رو به همه مهمان‌های برنامه ما پیشکش میدیم. و جواب زینورا پولاد و به نهایت برای من سرنامتی او گفت که از هر یک انسان خودش وابسته دارد. بله درست. همین خودت انسان خوب باشه. تکوی پریوت تکوی عطوی. که دیگه اولیا خیلیش گپ میزنن که ای تو باید دختر باشی زویزده میشی، ای تو باید یه بچه پول دور باشی. هیچی نه. همین خدا گویی همه
مقصد یک دل نیتی که شد داشته باشی با خدا همین زیده میشی هنر استعداد داشته باشه او در نصیبت باشه میشی در نصیبت نباشه اگر نمیدونی هم گردی ایسی نمیشه بعد از تاجیکستان بیرون در گام جو اشتراک کرده در گام چوربینی فرهنگی نه فقط توی معرکه باشه توی از معرکه تاجیکستان بیرون ما بسیار میریم توی یک اونجای بحث یک اونجای حرف کنیم ندارم می‌شدن ازبکستان میریم رسید دیگه دولت توجیک الحمدلله امروز در همه جای گوشه کنار یک نوع توجیک هست در امریکا میریم توجیک در ترکیه دیدیم توی توجیکی رفتیم میشه در همه جا توجیک هست برنامه ما رو اصلا تماشابینان ما اصلا مادران خواهران ما هستند و مهاجرانی که در فدراسیون روسیه هستند آنها زیاد تماشا میکنند با آنها چی یگان گفتنی داری به مهاجران مهنتی خصوص خدا اولا پروردگار همه مهاجران در همه‌اش نگاه دارد این مهاجری این از وطن دور بودن این به حد مشکل است شخصا من از 3 روز یعنی 5 روز زیاد که شد دیگر و گفت دیگر پا فرزندم یاد میکنم خیلی زندگی دیگر نه که آفرین هم مهاجراتی در هم مملکت و فرزند زن مونده در اینجا اوجا رفته کار میکنن و رزق روزیشون در اینجا کشوله میکنن و اصلا از زندگیشون پیش میبرن پروردگار همه هوایی را اولا در پناه خودش نگاه داره و بعدا چی مراد و مقصد دینی دنیوی چی مراد و مقصد نیکی داشته باشن جامعه عمل باشه البته هر یک کس همونجا میرد با خاطر فرزندش شوهر کرد زن کرد یا یک کس میره خونه میره ایمون کنه یا یک کس میره یک کار دیگه یک کس میره قرض مصرف کنه پروردگار چی مراد و مقصدی که هوایی دارن جامعه عمل بشه و دیگر مهاجر نشوند همه با وطن برگردن همه با وطن گرده همین وطن خودمون گل شکفان باشه هر یک کس همین خونه در خودش با دیگر البته و برای مادران عزیز که مخلصی هم برنامه هستن خیلی که گفتم مادر یک کلمه نوتکرار است برای تمام مادران عزیز تنیسیت و خاطر جمع رو تمام کنم همیشه دعاگوی فرزند و دعاگوی نبیره و دعاگوی شوهراشون باشن و زندگی تینج آرامونه داشته باشن و با تمامی شما هم شخصا اکه کومی جانم با اپیراترم با تمامی همه مسلمانان روی دنیا گفتنی هم که نه اینکه مسلمان یک ملت دیگه هم یک دینی دیگه هم ویم بنده خدا پروردگار در تمام دنیا تینجو خوش خورسندی نصیب گردانه که در گوشه نباشی در کدام گوشه کنار دنیا نباشی تینجو باشن و تاجیکان در گوشه که نباشن توی معرکه و خوش خورسندی که نمو اهل هنر رفته خدمت زنده باشن چه شده که علیشر جان راستی گپ نمود ظاهری خوراک پخته شما به نهایت اشتها آوره انا طعم بو که داده از افسوس که در کامera داده نمیشه تماشابین ما حس کنن انا امیدوارم که خوراک خوبه بسم الله الرحمن الرحیم اینا که گیره اول شما سر کنه نه که ما باید در چه حقیقت گویم که برای تماشابینان بفهمن که گفتن گیره نی اگه اونجا با که مردکو کمتر شور و کمتر تیز و کمتر خونپزن جای عیب نداره زنکو اگه وای کنه جای عیب داره اگه ما پاور هم نیستیم که پروفسیونال لیکن تو حد امکان اداس اومد کردیم در حقیقت هم به مزه ولی من وقتی که شما آب که خوش کردید من ترسیدم که بیزیب میشه میگه خوب شده هم بالاش به زبان قبل کوچگی هم بالاش سخته که دلاش ملایم خیلی اشتهای تمام یک بار دیگر علیشر جان خوش آمدی به برنامه ما هزار رحمت خداوند به شما همه خوشی های روزگار خواهانه کوشش کار برای کارو همه وقت در دل دیده مردم باشد و انا تماشابینان عزیز برنامه های ما باز ادامه خواهند داد و با همه شما خواهانم که در سخن شما همه وقت همین خیلی پرفیض پر برکت باشد و با علیشر تنها و تنها بردباری خواهانیم پروردگار همین سال 2022 سال یک باورو با فیض با برکت باشه که راستگاه سالهای پیش کمتر همین کرونا ویروس و
бо вирусҳои нав беҳад мардума ташвиш омад. алҳамдулилло ки соли 2022 ягон касалӣ паҳн нашудааст. худои илоҳим нашавадам. ҳамин тамоми мардуми тоҷикистон гул шукуфон бошад. саломат бошад. ҳама ҷо хонаи ҳар як фарди тоҷик, ҳар як фарди тоҷик дар куҷои дунё набошад, сери пурӣ ба барака бошад, хотири ҷамъӣ бошад. мо аҳли ҳунар якҷо рафта хизмат кунем. ҳазор раҳмат. зинда бошед. дар охири барнома мехостам миннатдории худро баён кунем ба маъмурияти тарабхонаи Истарафшан дар шаҳри Душанбе буда дар ноҳияи Фирдавсӣ. ба ҳамаи шумо тавсия медиҳем ки бар ин тарабхона барҳаво биёед. манзараҳои зебо дорад, хӯрокҳои хушлазза дорад ва хизматрасонии сатҳи олӣ дорад. боз як бори дигар ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳонем то барномаҳои дигар. алишерҷон марҳамат. зинда бошед. раҳмат. Маззашоу бо Аҳлиддин.